خب من از نزدیکان شهید رئیسی بودم، در تیم اقتصادی ایشون بودم، در ایام تدوین، در ایام انتخابات همراه ایشون بودیم، بالاخره مشورت میدادیم. بعد از انتخابات ما رو گذاشتن کنار، کاری ندارم، دلایلش کاری ندارم. دولت رو با یه تفکر دیگه‌ای بستن. اردیبهشت 1401 که من شنیدم شهید رئیسی میخواد شب بیاد تو تلویزیون، البته نمیدونستم شب میخواد بیاد تلویزیون، بعدا اومدم دیدم شب میاد تلویزیون اعلام کرد که 4200 رو میخوایم حذف کنیم. من ساعت 3 بعد از ظهر رفتم خدمت ایشون، عرض کردم که آقا به پات میافتم این کارو نکن. گفتم مردم میریزن تو خیابون، همه چی گرون میشه، یه کتابی خواهش میکنم بخونید، دکترین شوک نوشته خانم نامی کلاین، تاریخچه اجرای این سیاست‌ها تو دنیاست. برده بودم خدمت ایشون، گفتم آقا این یکی بشینو بخون ببینید کاری که داره میکنه چند تا دولت تو دنیا سرنگون کرده. به دلایل نپذیرفتن و استدلالای خودشون آوردن، کاری ندارن. اجازه بدید یه دلیل ایشون این بود که آقا قانون مجلس من میخوام، اگر اجازه بدین ارائهشون رو بدم، بعد در خدمت شما هستیم برای پرسش پاسخ. قانون مجلس گفتن قانون مجلس. گفتم آقا بعد دوستان نماینده پرسیدن، گفتن قانون، گفتن که ما قانون الزام نکردیم، اختیار دولت. درست آقای محبی؟ گفتن آقا اختیار دولت. ولی واقعیت این بود که کسانی در داخل دولت از جمله آقای میرکاظمی محکم وایساده بود، باید گفته بود این حرف حذف بشه. رئیس سازمان برنامه بودجه. خلاصه بگذریم. شد آذر ماه 1401. آذر 1401 من رفتم خدمت شهید رئیسی، گفتم یک وایت بورد در اتاق ایشون گذاشتن، رفتم پای تخته همین مباحث ارزی رو مطرح کردم. گفتم آقا دارید ارز، شما دارید رفتی سراغ کنترل نقدینگی، مشکل ارزه. بعد فرمودن چیکار کنیم؟ گفتم شما باید سیاست تثبیت رو اجرا کنید. دقت بفرمایید. گفتن چطور؟ گفتم آقای دکتر داوودی رو بذارید رئیس بانک مرکزی، اینا سال 74 یه بار این کارو کردن، بازم میتونم بکنم. گفت میاد. گفتم من میرم باشون صحبت میکنم. روز چهارشنبه ای بود. آقا فرمودن که من شنبه صبح به شما زنگ میزنم. من از دفتر آقای رئیس جمهور آمدم بیرون، شبانه رفتم منزل مرحوم دکتر داوودی. رفتم خلاصه باشون صحبت کردم، گفتم آقای دکتر من از طرف آقای رئیس جمهور یه پیام دادم، شما خواهش میکنم بیاید مسئولیت بانک مرکزی رو بپذیرید و تثبیت رو اجرا کنید. دکتر گفت که آقای رئیسی شجاعت این کارو داره؟ گفتم والا به من گفته که میخوام بکنم و اینا. شنبه صبح از آقا تماس گرفتن، گفتن که چی شد؟ گفتم که آقای دکتر داوودی پذیرفتن از آقا حکمو بزن یا علی. اون موقع آقای صالح آبادی رئیس بانک مرکزی بودن. آقا فهمیدن یه جلسه حالا بذاریم. این شنبه 12 آذر 1401. بعد من تماس گرفتم دکتر داوودی، گفتم که یه جلسه میگن آقا. هم اون روز 6 بعد از ظهر یه جلسه گذاشتیم. زحمت دکتر سمسامی دادیم، دکتر داوودی، دکتر شرافت جهرومی و بنده حقیر رفتیم. از اون طرف هم اعضای اقتصادی کابینه آمدن در جلسه. آقای دکتر سمسامی شاهد زنده ماجرا. ما صحبت نکردیم. آقای دکتر شرافت جهرومی که مسئول تیم تثبیت نرخ ارز در سال 74 بود، اونجا شروع کردن بحث. به وزیر اقتصاد گفتن فلانی بعد از اینکه وزیر شدی آمدی پیش من گفتم فلان کارا رو بکن، چرا نکردی؟ درسته آقا یا نه؟ به آقای صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی گفتن که آقا این کارا رو باید می‌کردی. گفت باشه میکنم. آقای شرافت عصبانی شدن، گفتن الان منتظری من بیام بگم انجام بدی؟ خلاصه این جلسه برگزار شد و دیگه ما اومدیم بیرون با خیال راحت که الان آقای شهید رئیسی حکم آقای داوودی رو میزنه و تمام. چند روز گذشت خبری نشد. دوباره از دفتر رئیس جمهور تماس گرفتن، گفتن آقا فرمودن که یه جلسه دیگه بذاریم با ترکیب دیگه. گفتیم که زنگ زدم مزاحم دکتر سمسامی شدم و دکتر داوودی و شرافت، گفتن دیگه ما نمیایم، حرفمون رو زدیم دیگه. بعد اصرار تو اون جلسه تیم اقتصادی دولت که آقا شما به ما یه صفحه بدید بگید چیه ما بریم اجرا کنیم. آقای میگفتم آقا اینجوری نیست که مثلا یک کاغذ بدم دستشو برو بری اجرا کنی. که تو جلسه بعدی دوباره آقای فرزین هم دعوت شده بود، آقای مهرابیان هم دعوت شده بود، ما آقای دکتر ایروانی و دکتر عرب موزار هم دعوت کردیم، یه ترکیب جدید رفتیم دوباره جلسه. دوباره اینجا بحث و اینا، دوباره این تیم مغلوب شدن در برابر بحث و اینا. ما گفتیم رفتیم بیرون، گفتم آقا من رفتم از
قول شما با دکتر داوودی صحبت کردم، خب بذار تمومش کنید دیگه. بعد گفتن نه حالا آقای مخبرم یه جلسه بذاره، هی کش دادن. حالا دیگه از من نخواهید که بگم آقای شهید رئیسی روز من تماس گرفت آقای دکتر داوودی نمیشه و یه کسی دیگه و بذاریم و اینا. گفتم آقای فرزین نه اعتقاد داره به این سیاست، نه میتونه این کارو انجام بده. گفت نه حالا قول بده کاری که اینا میگن انجام بده. چی؟ گفتم که من معتقدم که نمیشه و اینا. هرچند بعد از اینکه آقای فرزین آمد تعهد داد که تثبیت رو اجرا کنه، سیاست تثبیت رو اجرا کنه. ما نظرمون 15000 تومان بود. آقای دکتر سمسامی شاهد یک مقام عالی رتبه دولتی در جلسه با ما گفت من نظرم 15000 تومانه. گفت نگفت نه آقا، گفت 15000 تومان. الان ما میگیم 15000 تومان، اونو مسخره میکنن. آخرش نشد، دکتر داوودی رو نذاشتن، خدا رحمتش کنه. یه صلوات هم برایشون بفرستید. دیگه بیشتر از این جا نداره. آقای فرزین آمد گفت که من در واقع تثبیت رو اجرا میکنم. شب آمد تو تلویزیون، روز انتصابش اومد تو تلویزیون، تثبیت اجرا میکنم. تثبیت یعنی چی عزیزان؟ یعنی همین که گفتم ارز چه نفتی چه غیر نفتی بیاد در اختیار بانک مرکزی قرار بده، بانک مرکزی شروع کنه به اولویت‌های کشور با یه نرخ بخره، با همون نرخ تخصیص بده. شبی که فرزین آمد در تلویزیون گفت تثبیت، از فرداش ریختن سرش، از مجلس و دولت. از همون فرداش آقای خاندوزی وزیر اقتصاد شهید رئیسی مصاحبه کرد، گفت ما تثبیت با ثبات فرق داره، ثبات بازار با تثبیت فرق داره، تثبیت ما قبول نداریم. اون زد زیرش. از اون بر آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اون بر آقای قالیباف رئیس مجلس، از اون بر آقای شمس الدین حسینی توی مجلس ریختن، تهدید کردن فرضی بود که طبق قانون همین که اشاره کردن. آقا قانون گفته شناور مدیریت شده حق نداره دولت نرخ ارز تثبیت کنید. دعوا کشید، بالاخره ما میرفتیم با آقای شهید رئیسی دعوا مرافعه که آقایون دیگه گفتن ما نمیایم جلسه. دکتر داوودی و شرافت گفتن دیگه ما دیگه جلسه نمیایم. ما میرفتیم اونا رو التماس میکردیم، از این میرفتیم با ایشون دعوا میکردیم. کل ما پیر شدم من تو این 3 سال. اردیبهشت 1402 آقای دکتر قالیباف نامه رسمی زد به رئیس جمهور که حق نداری نرخ ارز رو تثبیت کنی. نامش هست دیگه، منتشر شده. حضرت آقا در سیاست‌های بند 2 من در مجمع تشخیص بودم، بند 2 سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ کردن ثبات نرخ ارز. یه چیزی در آوردن ثبات با تثبیت فرق داره. لابد ثبات همینه که الان دارن میگن، ثبات با تثبیت فرق داره. آقای دکتر قالیباف وعده و شعار انتخاباتیش بود که من ماهی 1.5 تا 1.7% دلار رو گرون میکنم، نیما رو میبرم بالا. وعده انتخاباتیش بود. بماند که جلسه آخری که من با شهید رئیسی داشتم چه گلایه هایی که از برخی آدما کرد که آقا اینا دست از سر ما بر نمیدارن، خود دلار گرون میکنه. نه هیچ یک کلمه نمیگن که آقا این دلار رو گرون میکنیم. یه عده پولدار میشن این وسط، یه عده دلارشون رو گرونتر میفروشن، رانت میره تو جیبشون. یه عده محصولات پتروشیمی و فولادیشون رو زرد در دلار گران میکنن میفروشن.